هیچ وقت به ما یاد ندادن که اگر کسی میخنده لزوماً بیغم نیست. اگه کسی درس نخونده لزوماً خلوخین نیست. اگه کسی سیگار میکشه لزوماً افیونی نیست، موادی نیست. به ما یاد ندادن اگر کسی آرایش تند میکنه لزوماً بدکاره نیست. اگه کسی بنز سوار میشه لزوماً دزد نیست. اگه کسی سکوت میکنه حتما لال نیست. اگه کسی به دست میده حتما رفیقت نیست. اگه کسی میبوست حتما عاشقت نیست. اگه کسی گریه میکنه حتما افسرده نیست. اگه کسی عیب تو بهت میگه حتما دشمنت نیست. اینا رو به ما یاد ندادن.